یه انیمیشن کمدی ورزشی و ماجراجویانه است که داستان یک بزی رو روایت میکنه به نام ویل. این بز قصه ما در یک شهری زندگی میکنه که ورزشی توش وجود داره به نام روربال که کاملا واضح الهام گرفته شده از بسکتباله، یعنی قشنگ همون بسکتباله. اما نکته ای که هست این روربال تحت سلطه یه جورایی خیلی از حیواناتیه که بیشتر بزرگ و یغور و خیلی تنومند و اینا و به درد حیواناتی که مثل این بز داستان ما کوچولو موچولو و جاسویچی و اینا خیلی نمیخوره. تو همین بخش اول یه چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که خب قطعا روربال و همون الهام گرفته شده از بسکتبال خب این خیلی چیز واضحی و همه میفهمن اینو، اما چیزی که خیلی‌ها نفهمیده و من حداقل فکر میکنم که تو انیمیشن بود این بود که این داستانی که حیوانات کوچیک‌تر و نمیدونم نهیب‌تر نمیتونن وارد این ورزش بشن و حیوانات خیلی یغور و مثل اسب و نمیدونم خرس و از این کلا حیوانات گوریل و اینجور چیزا اونا تو این ورزش موفق ترن، در واقع الهامی از واقعیته و من اسم میکنم داره طعنه میزنه به واقعیت بسکتبال. توی بسکتبال واقعی هم تا اونجایی که من میدونم سیاه پوستا خیلی موفق ترن و سفید پوستا خیلی کمتر پیش میاد که اونقدر معروف و محبوب بشن. همین الان شما اگر به یه سری بسکتبالیست خیلی محبوب تو ذهنتون فکر کنید کیا تو ذهنتون میاد؟ احتمالاً مایکل جردنی، چه میدونم لبرون جیمزی، کوبی برایانتی، از اینجور افراد. میبینید همه سیاه‌پوستن و من حس میکنم این از واقعیت الهام گرفته این داستانه.